به نام خدا. سلام دوستان عزیز و خوش آمدید به یوتیوب چینل ایزی انگلیش. رازی اکبری هستم و درس امروز ما در مورد اصطلاحات و عبارات مهم برای خانه و کارهای روزانه در خانه هست. دوستان عزیز، اگر از ویدیوهای آموزشی ما خوشتان میآید حتما یوتیوب چینل ما را سابسکرایب کنید و زنگوله کنار سابسکرایب را هم فعال کنید تا شما اولین کسی باشید که از ویدیوهای آموزشی ما مطلع می گردید. خب و اما درس امروز که در مورد اصطلاحات و عبارات مهم برای خانه و کارهای روزانه در خانه هست. بسیار عبارتهای کاربردی هست و خیلی هم استفاده میشه در انجام کارهای روزانه. اولین عبارت ها مربوط میشه به آشپزی. خب عبارات مرتبط با آشپزی. اولین عبارت boil the water. boil the water. آب را بجوشان. boil به معنی جوشاندن. boil the water به معنی آب را بجوشان. chop the vegetables. chop the vegetables به معنی اینکه سبزی ها را ریزه ریزه کن یا سبزی ها را خرد کن، ریز ریز کن. chop به معنی خرد کردن، ریز ریز کردن. set the timer. set the timer تایمر را تنظیم کن. heat the oven. heat the oven یعنی فیر را گرم کن. خب pour some oil. pour some oil کمی روغن بریز. pour به معنی ریختن، حتی برای چای و آب که در گلاس یا مثلا جک هر چیز دیگه میندازیم، برای از او هم ما میتونیم از کلمه pour استفاده کنیم. pour me some tea یعنی pour me some tea please لطفاً برایم کمی چای بریز. pour me some tea please. stir the soup. stir the soup یعنی که سوپ را هم بزن. stir به معنی هم زدن، محلول کردن، حل کردن چیزی، در مثلا حل کردن شکر داخل آب به ما میگیم که stir، همچنان هم زدن سوپ. خب stir the soup یعنی سوپ را هم بزن. serve the food. serve the food یعنی غذا را سرو کن. serve the food. عبارات دوم هم مربوط به نظافت میشه. sweep the floor. sweep the floor به معنی کف را جارو کن. sweep the floor. sweep به معنی جارو کردن. floor هم که کف زمین معنا میده. خب sweep the floor یعنی زمین را جارو بزن، کف زمین را به اصطلاح جارو بزن. mop the floor. mop the floor کف را تی بکش. mop به معنی تی. dust the furniture. dust the furniture گردگیری کن. furniture مبل و dust به معنی گردگیری. dust the furniture یعنی که فرنیچر یا همون مبل ها را گردگیری کن. vacuum the carpet. vacuum the carpet فرش را جارو برقی بکش. خب vacuum به معنی جارو برقی هم به عنوان اسم میتونه استفاده شود هم به عنوان ورب. vacuum یعنی جارو برقی و باز هم vacuum به عنوان فعل به معنی جارو برقی کشیدن. carpet به معنی فرش یا قالین. vacuum the carpet یعنی که فرش را جارو برقی بکش. wipe the windows. wipe the windows پنجره ها را پاک کن. wipe به معنی پاک کردن. wipe the windows یعنی پنجره ها را پاک کن. clean the bathroom. clean the bathroom حمام را تمیز کن. organize the closet. organize the closet organize به معنی مرتب کردن، ترتیب دادن. closet به معنی کمد، میگه که کمد را ترتیب کن یعنی تمیز کن، مرتب کن. عبارات بعدی هم مربوط به لباس و شستشو هست. خیلی مهم. iron the clothes. iron the clothes به معنی لباس ها را اتو کن. iron باز هم میتونه
ورب باشه یعنی در جمله به عنوان فعل به کار گرفته شود، یا هم میتونه نون باشه یعنی به عنوان اسم به کار گرفته شود. به عنوان اسم به معنی اتو و به عنوان ورب به معنای اتو کردن، یعنی اگر فعل شود اتو کردن، و اگر اسم باشه که یعنی اتو، خود اتو رو میگه که iron. خب اینجا iron the clothes به معنای لباس ها را اتو بزن. fold the laundry. fold the laundry لباس ها را تا کن. fold به معنی تا کردن، قطع کردن به اصطلاح ما که میگه قطع کو. خب fold the laundry یعنی لباس ها را تا کن، قطع کو. خب اصطلاح عامیانش put away the clothes. put away the clothes لباس ها را سر جایش بگذار. put away the clothes یعنی لباس ها را در جایش بان. sort the laundry. sort the laundry لباس ها را دسته‌بندی کن. wash the dirty clothes. wash the dirty clothes لباس های کثیف را بشور. wash the dirty clothes. و این عبارت ها هم که مربوط میشه به زمان خواب و استراحت. make the bed. make the bed تخت را مرتب کن. turn off the lights. turn off the lights چراغ ها را خاموش کن. turn off the lights. close the curtains. close the curtains پرده ها را بکش. curtains به معنی پرده ها. close در اینجا به معنی بسته کردن نیست، بلکه به معنی کشیدن هست. close the curtains یعنی پرده ها را بکش. set the alarm. set the alarm یعنی ساعت را تنظیم کن. get ready for bed. get ready for bed برای خواب آماده شو. lie down and relax. lie down and relax دراز بکش و استراحت کن. relax به معنی استراحت کردن، lie down هم به معنی دراز کشیدن. خب عبارت های دیگه ای که برای کارهای روزمره ما میتونیم از اینا استفاده کنیم چند تایش در اینجا نوشته شده. خب answer the phone. answer the phone تلفن را جواب بده. check the mail. check the mail ایمیل را چک کن. write a shopping list. write a shopping list. خب shopping list لیست خرید. write نوشته کردن. write a shopping list یعنی یک لیست خرید نوشته کن. water the plants. water the plants به گیاهان آب بده. plants به معنی گیاهان. water باز هم میتونه ورب باشه، میتونه noun باشه. به عنوان noun یعنی آب، به عنوان ورب یا فعل یعنی آب دادن. خب در اینجا به عنوان ورب استفاده شده. water the plants به معنی که گیاهان را آب بده. take a shower. take a shower دوش بگیر، حمام کن. brush your teeth. brush your teeth دندانهایت را مسواک بزن. brush your teeth. prepare breakfast. prepare breakfast breakfast به معنی صبحانه، prepare هم به معنی آماده کردن. prepare breakfast یعنی صبحانه را آماده کن، یا اینکه بگیم prepare lunch یعنی که نان چاشت یا نهار را آماده کن، یا هم میتونیم بگیم که prepare the dinner. prepare the dinner یعنی نان شب را آماده کن. read a book. read a book یعنی کتاب بخوان. watch TV. watch TV تلویزیون ببین. مثلا یک مادر به طفلش میگه که watch TV، جمله بسیار کوتاه و درست. watch TV تلویزیون ببین. play with the kids با بچه ها بازی کن. play with the kids. listen to music. listen to music موسیقی گوش کن. do some exercise. do some exercise یعنی که ورزش کن. خب دوستای عزیز به پایان این درس رسیدیم. باز هم امیدوار هستم که این عبارات و اصطلاحات را
یاد بگیرید، یاد گرفته باشید و بتونید از آنها در مکالمه های روزمره‌تان استفاده کنید. تا ویدیوی بعدی و درس بعدی، خدایا رو نگهدارتان.